سلام آقا، چطورید؟ آقا 100 تایی شدنمون مبارک. آقا بعد از اینکه من 100 تا دنبال کننده گرفتم طی یک هفته، الان یک هفته از فعالیت جدی من گذشته به 100 تا سابسکرایبر رسیدم. 100,000 تا که فکر کنم یه 2-3 سالی مونده که برسیم. و آقا من یکی از دوستان واسم یه چیزی درست کرده بود، یعنی اصلا خودم پشمام ریخته. الان که یعنی در حال حاضر دارم این چیزو میگیرم، این ویدیو رو میگیرم، حدودا 98 تا سابسکرایبر دارم و الان روز پنجشنبه است و قراره که این ویدیو روز جمعه آپلود بشه که البته امیدوارم تا فردا 100 تایی بشیم که این ویدیو رو بتونم آپلود کنم. آقا چیکار کرده واسمون؟ آها یه چیزی واسه من فرستاده که یعنی اومده بود جلو در بهم داده بود. اینه، بریم ما هم آنباکسش کنیم. خب آقا الان در حال حاضر اینو واسه من فرستاده و گفته که همونطورم که توش دارید میبینید یه دونه از این چیزا واسم گرفته، از این یارو چی بهش میگن، این جعبه ها. بعد ورداشته داخلش خودش با کاغذ آچار چیز کرده و برای همین انقدر کم پشمک واقعا. بعد خیلی خوشگل بود به من، گفتم الان چی عطر چیزیه. بعد فهمیدم که نه آقا بریم با هم آنباکسش کنیم. من میدونم چیه. اول اینجوری میاریمش بیرون، حالا کاغذاش هم ریخت. آقا اینه، همچین چیزیه. اینو بریم که چیزش کنیم. شیشه حالا میزمونم نیست. آقا اینو واسه من فرستاد، چقدر سبکه، خیلی سبک درست کرده. آقا اینو درست کرده واسه من فرستاده، بعد گفته خیلی، یعنی اومده بهم داده، بعد گفته خیلی بد درستش کردم ببخشید، ولی ویدیو، حالا من ویدیوشو دارم میگیرم. 3 2 1 جی 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 جین. آقا برداشته واسه من لوح یوتیوب درست کرده، پشمام ریخته بود وقتی بهم نشون داد. خیلی باحال درست کرده خدایی. یک داده به این لوح یوتیوب چند میدی واقعا؟ یعنی به جای اینکه رنگ بگیره، یعنی من اول بهش گفتم چرا رنگ نگرفتی، گفت پول ندارم. گفت همینم که درست کردم از سر دیگه. الله تقم داده اینو چیز کرده، پاره کرده، بعد اینقدر بد، حالا بعد که نه واسه همینم از سرم زیاده، ولی خب اینجوری درست کرده اینو واسه اینکه آویزون کنم درست کرده، یعنی بذارم اینجا. بعد من بهش گفتم 10 بار بهش گفتم چرا اینجاشو اینجوری کردی، این چیه الان خدا، این چیه؟ بعد مثلا بعد الان اومده اینجا یه تیکه دیگه هم زده مثلا چیز نشه، که این گوشاش معلوم نشه. یا آقا تو چی کار داری؟ بذار معلوم باشه، اصلا مهم نیست. بعد اصلا به رنگش میگرد خیلی به نظرم چیز باحال تری میشه. ولی خب اینم از این، بریم که آویزونش کنیم. خیلی خوب، همونطور که دارید میبینید من الان لوح برداشتم و جایی که میخوام بزنمش، یعنی میخ کردم تو دیوار و اینجاست، اینجا میخوام بزنمش. یعنی این بک‌گراندی که دارید من اینو الان میزنمش اینجا. لوح 100 تایی شد. 100 تایی لوح که نیست، یه نماد 100 تایی شدن حاجی، خیلی خوبه. کنید به به حاجی، به به، خیلی خوبه. الان یه دونه ویدیو هم باش بگیرم الان، یه دقیقه. حاجی برگام چقدر خفن شده، خیلی خفن شده این لوح. به مثلا لوح یوتیوب هم اینجاست، اینجا اینجا الان خیلی حاجی خدای خفن شده. و این بود از این ویدیوی آنباکس و تا یه ویدیوی دیگه فعلا.